خب سلام خدمت همتون. یه بازسازی صافکاری شده، تهش عوض شده. ابتدا خب باید آسترش کنین، بعد همونطور که میبینی آستر شده. رکاباش به اصطلاح تگری، مومن بهش میگن. شما تا جایی که میتونید باید سعی کنید فابریک کار کنید. از مومکشی، مومکاریاش، همه درزگیری ها، همش باید مثل فابریک باشه. تا جایی که میتونید سعیتون میکنین. اینجا خب رنگ شده، 2 دست 3 دست هر چقدر که میتونید، تا جایی که خط پیسوله نیفته باشه دیگه. بستگی داره پیسولتون چطور